و خیلی جالبه که ساعت تقریبا 10 شبه هنوزم شلوغه، یعنی پر از مسافر شهر. سلام، ما آمدیم، یعنی من با دوستم اینجا ماچا گرفتم بخورم. من همیشه تمام ماچای رش تقریبا خوردم، ولی اینجا مال اینجا از هم بیشتر دوست داشتم که دیگه مغازه شو تغییر داده بود، جای مغازه شو تغییر داده بود و یه جا دیگه که هم یه ذره جاش کوچیک شده، هم گرون ولی طعمش خیلی خوبه. سیرپ کاراملش خیلی خوشمزه‌تره. همین میگم. امشب تولد دخترمه، باید برم اونجا. همین. حالا اینجا خدا رو شکر هنوز صبحونه دارم.
دوستم که با هم بریم یه صبحونه کوچیکی بخوریم و دیگه من از کنم. کلا اون جریان ایونت خیلی ذوق داشتم براش برم، ولی یهو دوستان مثل اینکه شب خوابیدن تصمیم گرفتن که کنسل کنن ایونتو، کلا نیان، یعنی مثلا یهو بعد شب تصمیم به این کار گرفتن. بعد دیگه هم خیلی تو ذوقم خورد و اینا، ولی دیگه با یکی از دوستان میخوام برم یه قهوه بخورم و یه صبحونه کوچیک بخورم. من بابام گفته بودم که الان کارش خیلی سنگین شده و میرم کمکش میکنم مغازه، الان میرم اونجا. بعدش دیگه تا 1-2 شب اونجا. آقا یه چیزی من متوجه شدم که من وقتی ولاگ این هفته رو گرفتم نیومدم توش نگفتم که از کی شروع میشه. الانم نمیدونم ولاگم واسه از چند شنبه شروع کردم، احتمالا از شنبه یک شنبه شروع کردم دیگه. بعد اینکه حالا دیگه نگفتم دیگه، ولاگایی که دارم میذارم مال این هفته از شنبه فکر کنم تا جمعه، حالا اگه اشتباه نگفته باشم.